بعضی روزا هوا خیلی سرده، آره واقعا سرده، اما یه لباس گرمی میپوشی، یه کاپشنی، یه کلاهی، جوراب گرمی، کفش خوبی مناسبی و شروع میکنی به حرکت کردن تو مسیری که باید بری و انجامش باید بدی. دقیقا دیدی مثل زندگی میمونه. دوروبر ما، دنیای پیرامون ما از نظر اجتماعی، چه توی قالب بزرگ چه کوچکتر که گروهی، خانوادگی یا هر مسئله، بعضی موقع واقعا برودت داره، سرماست و شکنندگی داره، اما اونجا واقعا میتونی با از وسایل ابزارهای استفاده کنی برای اینکه گرم بشی، مثل یه تماسی، خوردن یه چایی، یه قهوه‌ای با یه دوستی، صحبت کردنی و بازم مسیر رو ادامه بدی و حرکت کنی. فعال شو، زندگی رو باحال کن.